تا حالا شده کسی فقط یه ذره توجه بهت نشون بده، اما هیچ وقت کامل وارد زندگیت نشه. یه پیام کوتاه میفرسته، بعد 3 روز ناپدید میشه. یه تماس نصفه، بعد دوباره سکوت. این اسمش برد کامینگه. یعنی طرف بهت خورده های کوچیک توجه نشون میده، درست به اندازه‌ای که بمونی. نه رابطه تموم میشه، نه جدی میشه و تو میمونی توی یه سردرگمی عمیق. اما باید بدونی این یه ترفند از روانشناسی سیاهه. راهیه برای کنترل احساساتت. پس چی کار باید بکنی؟ اول نشونه هاشو بشناس. وقتی کسی فقط با پیام های پراکنده را بعدهای نصف پیداش میشه، این علامت قرمزه. دوم، مرز بذار. مشخص کن کی و چقدر در دسترس هستی. بذار بدون وقتت ارزش داره. سوم، مستقیم سوال کن. ازش بپرس دنبال چی هستی؟ رابطه میخوای یا فقط توجه؟ چهارم، ارزش خودتو یادت باشه. وقت و انرژی تو برای آدمی که جدی نیست حیفه. و آخرش، اگه همه چی همون جوری موند، فاصله بگیر، حتی اگه سخته. به خاطر داشته باش کسی که واقعا میخوادت تو رو با خورده توجه نگه نمیداره. تو این تکنیک رو جایی دیدی؟ تو کامنت بگو. و اگه میخوای تکنیک های بیشتری بدونی، همین الان فالو کن.